داری شوخی میکنی یا اینکه تو از دست دادی عزیزم؟ من همون جای قدیمی که همیشه هستی منتظرتم نشستم و دلم هم خیلی برات تنگ شده و فکر میکنی اون جای قدیمی کجا بود؟ مدرسه متروکه قدیمی از جیمز و دوستش خبر داشتن که اونجا هست، میرفتن اونجا با هم دیگه چیل میکردن. اوکی، من مرمور میشم. امیدوارم که شب نباشه اینو داری میبینی. میکنم این داستان واقعیه. باور نمیکنه و میگه یه شوخیه. پس کار میکنه، فردا صبح پا میشه میره اپراتور و میگه که ببین این خط دست کیه؟ مال دوست من بوده. تتوشو در بیار ببین چه جوریه. پیگیری میکنه. میگه آقای محترم با من داری شوخی میکنی یا اینکه عقلتو از دست دادی؟ عزیزم قشنگن خط 3 هفته است که خاموشه، 3 هفته است که 3 هفته است که هیچ وجود نداره، غیر فعاله. این 3 هفته دقیقا تاریخ مرگ دوستش بوده. تو به من بگو تو بودی چی کار میکردی؟ تا داستانهای بعدی